و ببینید که امروز گروه سیاسی اگر دعوا حکومت تاجیکستان را بران گناهکار میکند که در حکومت تاجیکستان امروز یک راهبر است و توی طول چندین سال امروز راهبری میکند، چرا گروه سیاسی 24 امروز تا آنی که عمر علی قواتف از دنیا گذشت یک راهبر داشت و امروز هم چندین انتخابات میشد راهبرش دیگر نمیشد. عبرت باید گرفت از دشمن، از دوست، نوبست از هر کس باید عبرت، از زندگی باید عبرت گرفت، آموخت. چیزی که من مثال بگیرم برای خودم، امروز از رحمانوف عبرت میگیرم، نفری که خب رقیبش میدونم، نفری که نه تنها رقیب یعنی دشمن میدونم. سلام علیکم. و علیکم السلام رحمت الله. خوب هستید همه اونایی که ما تماشا دارند؟ امیدوارم خوب و سلامت هستند. اسماعیل خیام‌الدین هستم از داخل تاجیکستان و برنامه شما پیوست هستم و موضوعی که امروز شما مطرح کرده ایستادید و چند نقطه‌ای که در هنگام صحبت بیان کردید اوید به مسئله افغانستان گفتید که ما گروه 24 گفتید نسبت به قضیه افغانستان و اونجا کی میباید راهبر میشود هیچ فکر و نظر نداریم و ما مهمیت همین است که در آنجا صلح و صلاح باشد و شما باز هم گفتید که باید یراقا سپاریده شوند و با راه گفتشونی. در حقیقت هم این موقع تاجیکستان هم امروز همین گونه است، لیکن شما چگونه میتوانید همچون یک گروه سیاسی هم که خود را معرفی میکنید نسبت به قضیه که اونجا وضع سیاسی ناگوار است و میگید مردم افغان این مسئله را حل کند، لیکن میدونید که مسئله در دوش ملت افغان است. امروز از دست ملت افغان هیچ چیز گویا که نمیبیاید و هر نفری که سر بالا میکند در آنجا لاتوکوب میکنند، به قتل میرسونند. روزنامه‌نگار اگر میخواهد که واقعیت رو به مردم نشان دهد، روزنامه‌نگار هم دیده ایستاده که چگونه به وحشیت به قتل رسانیده میشوند. آنجا امروز یک نظامی است که سازمان‌های بین الملل، کشورهای ابرقدرت همه خاموش رو رعایت کرده هستند و بگذار که در همونجا گفته ایستادند که مردم گویا که خودش حل کنند. این سخنایی که امروز شما میگید و مثلا همین سخنان بود که امروز در اونجا همین وحشیت است. و در آخر یک سوال دیگر داشتم اوید به فعالیت سیاسی گروه 24 اگر اجازت باشد بیرون از موضوع. فرمایید، شما نیاز به اجازت ندارین حرف بزنید. خب سلامت باشید. انا همین اوید به مسئله فعالیت سیاسی گروه 24 که امروز گویا دعوای حکومت میکند و امروز گویا میخواد به سر قدرت بیاید. البته هر یک گروه سیاسی این مقصد رو در خودش دارد و ببینید که امروز گروه سیاسی اگر دعوا حکومت تاجیکستان رو بران گناهکار میکند که در حکومت تاجیکستان امروز یک راهبر است و طول چندین سال امروز راهبری میکند، چرا گروه سیاسی 24 امروز تا آنی که عمر علی قواتف از دنیا گذشت یک راهبر داشت و امروز هم چندین انتخابات میشد راهبرش دیگر نمیشد. و مسئله دیگر این است که وقتی که مخالفین گویا که خود را یک گروه مخالفین هم گروه 24 و از طرف دیگر تشکیلات حزب نهضت وقتی که خود را مخالف میدانند، امروز دو مخالف فکر و نظر یک خیل ندارد. امروز دو مخالف نمیتواند که با هم یک جا باشد، لیکن امروز دعوا دارد که گویا که به سر قدرت بیاید. من فکر میکنم که این مسئله ها رو باید فکر کرد. وقتی که میبراید به ملت مراجعت میکند باید اولا یک مسئله آموخته بشود، باید یک گروه برنامه خودش داشته باشد. لیکن امروز میبینیم گروه 24 یگان برنامه معین ندارد و اگر هست شما با امضای خودتان همچون راهبر در کجا میتوانید پیشنهاد کنید که شما همچون یک گروه سیاسی امروز آیین نامه خودتان دارید و از روی آیین نامه فعالیت میکنید؟ آیا دارد گروه 24 آیین نامه و یا نظام نامه فعالیت؟ خیلی خوب. بس پیش از که با سوال یکم شما جواب بدم، البته فکر نظر خودم حرف زدم، من میخوام شما را بشنوم که چی باید کرد در مسئله افغانستان. ما گفتیم که باید امروز تاجیکستان میتونه کاری که انجام بده دعوت کنن و چنین هم شد. ما را خوب استقبال میکنیم که طالبان همراه دیگر طرف بیان در اونجا گفته شنید کنن، یعنی بدون یراق بس از جنگ با گفته شنید کارشون حل کنن. فکر نظر شما چی است؟ خب برادر سهراب، همین مسئله وابسته به افغانستان در حقیقت من بران خلاصه هستم که طالبان وقتی که به سر قدرت آمدن این حکومتی فروخته شده بود. اگر طالبان قوت و توان جنگ می داشتند که افغانستان را به جنگ زیر تصرف خود می درآوردن، اون قدرت و توانی که 95% افغانستان را گرفتن به یاردم به کمک دست سیوم می توانستند که پنچه را هم بگیرند. لیکن ببینید که طالبان افغانستان در دستشان بود نتوانستند پنچه را بگیرند. این از آن شهادت می‌دهد که حکومت همان وقته افغانستان و مثال پوشیده نیست. اشرف غنی اینها حکومت را فروختند. چقدر که شما گفتید دوستم گریخت جای دیگر رفت به جنگ تسلیم شدند.
یعنی ما گفتیم که ما بله. گفتیم که این تحویل قدرت بود، با ابر قدرت ها گفته شنید و اومدن گرفتن، درست؟ بله. اکنون مقصد بله، که ما هم چی در همین باید، فکر هستیم. پس بله مشکل شما چی اکنون است در اینجا با خب ما؟ نه ببینید اکنون مقصد که چی باید کرد و هر یک گروه سیاسی که امروز خواست از این وضعیت استفاده کند سر کرده. ببینید کشاتر بیاد وسیع‌تر اگر مسئله گپ زنیم. اولین شده وقتی که این مسئله وارد شد، راهبر همین تشکیلات پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری برآمد گفت که ما هم باید از اینها درس عبرت بگیریم، و باید ملت ان همین گونه شجاع و جسور شد، یعنی طالبان را توصیف کرد و در برابر این دیگر ابرقدرت ها، در برابر دیگر گروه ها با نوبت طالبان را داشتند که دستگیری میکردند. وقت از آنه که طالبان سال 96 تا 2001 به سر قدرت بودند، میدونید که سه دولت دنیا حکومت آنها را اعتراف کرده بود، اینم باشد عربستان سعودی، امارات متحده عرب و جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر را اعتراف نکردند. من فکر میکنم که پاکستان وعده که کردند که ما اصلاح میشویم، این از آن بود که همون خطاگی پیشتر تکرار نشود و جامعه جهانی آنها را اعتراف کند. لیکن در عمل اثبات کردند که آنها تماما دیگر تغییر نیافتند و ابرقدرت‌های این خطاگی خودشان فهمیدند. لیکن ببینید که تاجیکستان موقعش از اول موقع استوار، موقع درست بود و تا آخر رئیس جمهور امامعلی رحمان در همین موقع استوار ما برد کردیم. خیلی خوب. نام شما چی بود؟ خیام الدین اسماعیلوف هستم، از جمهوری تاجیکستان از داخل زنگ میزنم. سلامت باشین. وطن قیام الدین نه یا قیام الدین؟ خیام الدین. سلامت باشین. بله. ببینین در این مسئله تقریبا ما و خودت هم فکر هستیم. در مسئله امروز اون چیزی که امروز در افغانستان میگذره و چیزهایی که ما میخواهیم برای مردم هم فکر هستیم. انا چیزهایی که خب من یک سوال تا میتم. من بعد دو سوال شما جواب بگم، سوال هایی که بیرون از این موضوع مختصر من جواب بدم تا که فراموش نشوند. شما یکیشون گفتین که خب برای چی ما از اونا باید عبرت بگیریم، چون این سخن ها را شما شنیدین. عبرت باید گرفت از دشمن، از دوست، نه بس از هر کس باید عبرت، از زندگی باید عبرت گرفت، آموخت. چیزی که من مثال بگیرم برای خودم، امروز از رحمانوف عبرت میگیرم، نفری که خب رقیبش میدونم، نفری که نه تنها رقیب یعنی دشمن میدونم. خب برای چی دشمن میگم؟ یعنی من کوشش تلاش میکنم امروز همراه برادرامون که او را سر نگون کنیم، اونم کوشش تلاش میکنه که ما را نابود بسازه. پس هر کسی که چنین نیت دارن دشمن هستن. ما دشمنی اونا دشمنی ما. متاسفانه یعنی که به همین جور کار است. خب حتی من امروز میبینم رحمانوف کارهایی که انجام میده، میگم من باید انجام ندم. وقتی میبینم که مردم به حال رحمانوف در کجا میخندن، مای نوشی میکنه، کارهای خوب بگیم که به ادبانه میکنه، یا که امروز زیر دستاش هم میبینم کارهایی را که انجام میده در همه جا دشنام است، حقارت است، کارهایی که آبروی ملت مردم ما را پس میبره، فرهنگ ما را پس میبره. ما امروز چیکار میکنیم؟ من به حیث یک راهبر کوشش میکنم که خودمون کارها را انجام ندم و با برادرایم که هست همراهشون صحبت میکنیم که این کارهایی را که شما میبینین که مردم قبول نداره شما نکنین. یعنی ما عبرت میگیریم. خب یه چیز خوب است، یگام سخن خطایی نگفتن اگر در کلیش نگیده باشین. در مسئله اونه که شما گفتید برای چی ما خودمون یعنی سوز نمیگیریم. منظورتون چی است سوز نگرفتن؟ برای چی ما همه در یک جا نیستیم؟ منظورتون این است یعنی که در یک ائتلاف قرار نداریم. ببینین ما نفرای آزادی خواه حتی همین حقی را داریم که یکدیگرمون را کریتیکوت کنیم، یکدیگرمون را در رو برو بستیم حرف بزنیم، بعد از 5 دقیقه باید دیگر باز دوستی و برادریمون رو دوام میدیم. ببینید یعنی این چی است؟ این اندیشه آزادی یک مبارز، یک آزادی خواه است. پرابلم نیست. شما در داخل تاجیکستان 7 حزب دارید که نشان بده. من وقتی شما میگم منظورم این است که شما البته معلوم است که یک نفری هستن که طرفداری از رژیم امروزه دارین و این حق دارین. من برای اینکه شما را خوب بشین، این حق شماست، حق شهروندیتون است. 7 حزب دارین که نشان بده همین 7 حزب در کجا یک حرف میزنن بدون اجازه رحمانوف حقی ندارن. برای اکثریت اونها کوکله هستن، اکثریتشون. این چیزا رو ما میدونیم. وقتی که ما زیر یک چیز نمیم، زیر یک چتر نمیایم به یکدیگر،
پس لازم نمیدونیم اومدن. این حق داریم، آزادیم. نه اونا ما را محکوم میکنن نه چیزی دیگره. دعوت میکنن. رو ساعتایی بود که ما دعوت میکردیم، وقتی بود که ما دعوت میکردیم که بیان زیر ائتلاف، خب کسی آمد کسی نه آمد، ما نه همروش نه جنگیدیم. یا امروز وقتی که دعوت میکنن ما کجای نمیریم، کسی نبر اومده است ما را که همراه ما جنگ بگیره. این دیگر حقی ما است، میخواهیم میریم نمیخواهیم. مهم در بین ما چی است؟ یعنی که همون مسکه کشیدن در اون است. با همه چهرهای خودمون حرف نمیزنیم. شما چندین بار دیدگین اگر من از کسی انتقاد کرده باشم از کدام هیچ سازمان فرق ندارد داخلی است بیرونی است، آشکار رو برای شما شدم حرف نزدگی هستم. در صحبت الهیدگی هم در اینجا، یعنی که رول نبازیدم، مسکه در اون نقاب نکشیدم. ببینید که ما آزادیم در این مسئله. در داخل تالیسان این چیز نیست. چیز دیگری که برای چی راهبر 24 عوض نمیشود؟ شما سال 2019 در آخر سال ما تا این زمانه در تاجیکستان نه یگان حزب شده نه یگان سازمان و گروه سیاسی شده ندیده باشم که تا زمانی که همین کار ما انجام داده باشم کسی انجام داده باشد که من به خواهش خودم، یعنی که تمام صلاحیت من به شورای حرکت گذاشتم و گفتم راهبر نو انتخاب کنید. من ترس از مسئولیتی ندارم. من فقط در این بودم که باید ما عادت کنیم برای تغییرات. و هیچ کسی هم نمیدونست از حرکت، هیچ کسی هم از حرکت نمیدونست که من یک بار چنین کار انجام میدم. آماده بود حرکت برای چنین روزها آماده بود، اما روز ساعت چه نمیدونست. من گذاشتم و پیشنهاد کردم که تغییرات باید بشه. اما شورای حرکت چی؟ مردم شیشتن باز خودشون. من نامزدی خودم نگذاشتم، دخالت هم نکردم. نمیدونم 7 روز کشید یا 10 روز کشید، من از همه چیز خودم دور گرفتم، گفتم انجام بده. نامزدی مرا گذاشتن. حرکت لازم دونست که حالا من باشم در، یعنی در همین وظیفه راهبری. این خود حرکت لازم دونست، اعضاها دونستن. راستی چندین برادرها بود در الهیدگی برآمدن که برای چی حالا باید وقت این نیست، گفتم برین برای تغییرات، یعنی که چی کنه آواز بتین. و من نمیدونم نتیجهش کی در کی چی در چی آواز دادگی است. من تا این روزا نمیدونم کی در کی آواز دادگی است، نمیدونم. فقط بغیر از یک نفری که پسان برآمد خودش گفته که من گفت برادر در خودت آواز ندادم. گفت در چی؟ گفتم خیلی کاری خوب کردی. ببین یعنی در ما حتی نفر آزاد است که سخن میبره در این من آشکار میگه. گفت من برادر در خودت چی ندادم، آواز ندادم. میدونستی؟ گفتم نه من نمیدونستم و کاری خوبی هم کردی. گفت که خب تغییرات گفتیم، خب من برای تغییرات رفتیم. ببینید امروز هم در داخل حرکتی ما چون این سخن ها است که باید ما حالا همین انتخابات از بین برداریم. اکثریت در این فکر است که در حالتی که ما قرار داریم، یعنی که برنامه های انقلابی دیگر چطور میگن که وقتی انتخابات نیست، راهبر هم میتونه که مطابق همون آیین‌نامه هر وقت عوض کرد. من میشه فردا عوض کرد یا فردا خودم از وظیفه برم با سبب بیماری است، مرگ است یا دیگر نمیخوام یا حرکت لازم نمیدونم مرا، این دیگر مهلت چه نگاه نمیکنه، در وقت لازمی بیرون میکنه. در این فکر هستن که همیگونه باید باشه، یعنی هر وقت که حرکت لازم دونست چیزی را عوض کنه، انتخابات نباشه وقت این نیست. اما نظر شخصی من در این است که انتخابات باید باشه، انتخابات باید باشه و مردم باید از تغییرات نترسن. و بازم میگم که ما یکم نفر بودیم که بدون کدام خشونت، بدون کدام حرف زیادی در حرکت تمام مسئولیت من، صلاحیت من به شورای حرکت گذاشتم. باز انتخابات شد، انتخاب کردم، امروز باز داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اگر حتی فردا حرکت به این بیاد که من کفایه هست، بازم بدون یکم حرف تمام صلاحیت مسئولیت من با یک برادر دیگر میگذارم و میتونم همچون یک نفر قطاری مبارزه ما دوام بدم. هیچ مشکلی نیست. رحمانوف در دوام 30 سال حتی برای یک روز نمیته وظیفه‌ش به کسی را. در مسئله برنامه ها باشه، چگونه شما خودتون گفتین یک حرکت سیاسی آیین‌نامه داره، برنامه داره. شما میتونید که در سایت رسمی گروه 24 داخل بشین، همونجا آیین‌نامه هست، برنامه هست، بخونید. چون اونجا وقتی زیاد میاد برام در این وقت مصرف کنم. سلامت باشه.